پارلمان عراق لسروبند لگهورینا دسته یا سروکایتی یا لجنه خدایاو لدیفه چنده جیلایان کردی سروکین 5 لجنه جدا برد کوید کو بریار دنا و خدا کاندیدان بود دیار بکن آرام شیخ محمد جگیر سروک جواد دانوینه ران دیگل سروکین فراکسیون کردی لگهورا دسته یا سروکایتی یا لجنانو چند برپرسکین دیگنگ شکل اوجی لدیف را گهاندانا نویسینگه روزنامه‌وانیه گل گهورینا دسته یا سروکایتی یا لجنان دیگل دست بکاربون و پارلمانی رکبتن لایانان لسرهات کرن و کو 2 سالان جارگ بهت انجام دان و کدله کردی جی بریار دایا کمبونین بردام هبن بو اکلای کرنا استحقاق کردان جلوکی و هر ایک جفراکسیون کردستان جلوکی دیوه احمد حاجی سروک فراکسیون حکومت یا اسلامی و کردستانه ده پارلمان عراق دارا گهاند همی فراکسیون دنا و جواد نوینرین عراق رکفتینه کو 2 سالان سروک و جگیر و بریاردرین لجنان بهینه گهورین و 5 سروکین لجنان و 5 جگیرین سروکین لجنان و 5 بریاردر لجواد نوینرین عراق بهرا کردانه هروسا گوجی امو اکی کرده 2 سروک لجنان ای او بی ورگیرین و دنا و فراکسیون کردان جی دل گهورینا دناف هندک پوستان دا کن جوانا جی لجنین الف هر ایک جه لجنین آسایش و برگیری و پیوندین در و یاسا و نفت و غاز و دستپاکی آبوری و برهنان و خدمتگزاریان بخواد گیرید هر سال دیف را گهاندن نویسینگه ها جگیر سروک پارلمانی کرد لجنین الف دا سروکین لجنان برد کوید لجنا یاسا و پیوندین در و خدمتگزاری و لجنا بیجی سروک لجنا پرورده و حرم و پارزگهان و کاروبارین کمالاتی دیبر کون جبلی جگیر و بریاردرین لجنان احمد حاجی رشید دیارجی کرد مرجنین کرد همان لجنین بری ور بگیرن یانجی هندک جه لجنان بهینه گهورین هجی گودنه کمبونین جگیر سروک جواد نوینرین عراق دگل سروکین فراکسیون کردی دید بردوام بن بو گنگ شکرنا پرسا چند یاساین پیوندیدار به حرم کردستان و لپرسینا وزیران و پرسادای خستنا نویسینگه ها پارلمان عراق جی دیبیتا بشکی دانوستاندنان دوی بیاوی داجی سروک فراکسیون کردی را گهاند ده مثال که هرگ نهات یدان او بریاره به تبجه اینان و نویسینگه این پارلمان عراق لکردستان بهینه دای خستن بله هتانو که جبر قیران دارایی پاره و مافینوان هادبونه برین و پشتی راگهاندن و جگیر سروک پارلمانی او پرسه سر هلداوه